وانا 1600 افغانی دیگه ما براتون میتونم جمله میشه 3000 افغانی میشه باز بخیر اون پاکه میگیرین هر چی که میگیرین یعنی 1000 است این 500 1500 این 2 دانه 50 است این 1600 اینه کانال لاروی مایک سلام وقت بخیر خوش آمدید اسافه در خدمت شماست امروز 23 جولای سال 2026 میلادی است جا دارد از ما هموطنان عزیز ما که همیشه به خاطر هموطنان عزیز ما که در اینجا زندگی میکنند صدا کردیم به صدای ما همیشه لبیک از جایی که در انگلستان کانادا و آمریکا زندگی میکنند از مادر قهرمان بیبی کریمه واقعی و خواهر ایشان بانو نوریه خواهر گرامی ما و بیبی شکلا فیروز در گاهی اوقات همی گلون ما بغض میکنه زمانی که وضعیت رخت یک هموطن عزیز ما را میبینیم اما وقتی این بغض از گلون میبره که وقتی به بالا یک هموطن ما صدا بکنیم و به صدای ما لبیک میگه پس امروز به صدای ما لبیک گفته شده با چند تن از هموطنان عزیز ما قسم میکنیم یک داستان تراشیدی را امروز تصویر میکنیم از شما خواهش میکنم که چینل ما را سابسکرایب بکنید زنگوله را فشار بدهید ما دیگه هستیم بران عهدی که بستیم دیگه هیچ موضوعات گاهی اوقات رخ میده لطفا دیگه په اونا نمیرم په آشیا نمیرم که باز از داستان اصلی میبریم با ما باشید رفتیم کاری که در تصویر میبینید ما پریشان کننده دادم از بیبی کریمه یک تشکری ویژه میکنم که پریشان گفتم و بدونی من عمل کردم با ایشان در چند لحظه صحبت میکنیم باز میریم به تبدیل مسیری هستیم سلام علیکم خیراتی هست و خیر است نام شما تقریز برای از کجا هستی؟ از لغمان چقدر ما شده مزار شب زندگی میکنی؟ مزار جنیب این خیلی فامیلی بود چند سال میشه مثلا؟ این تقریبا امام 5 سال اول مزار رشیدی؟ اول مزار آخر زبان خام دیگه نمیشه دیگه چند سال است؟ ما شاید خود ما امام 5 چی کار میکنید سال؟ با خود دیگه خود کمونالی وجبه کنید عگیر بود عگیر بودیم امور تقاول دارم چند سال میشه تقاول کنید؟ ما در این مورد هم قریبا امام کار کنید که کمار تقاول دارم چی کار میکنید؟ میرم دیگه بیکار هم بیکار؟ چی کار دارم؟ من تو خانه دیگه الان میرم که امام داده میرم امام کمکمون میکنم و تقاول ندارم بچه ها حالا ما نیدن دیگه رد نخوری یک کتر جان دو دخترک تان است خانم تان است و خود تان است 4 نفر جای خانه و سرک یعنی 2 خانه چند است؟ گران دیگه 1000 هم میگیرن دیگه 1000 داره قبل ما شما دیدیم طرف مندهی ما یک توفه برای شما از طرف خودمانه بلکه از طرف شما نبایید نمیشه شما برای ما کمک میکنید خداوند باید ما کمک کنه آمین الان تو شما رو بگیره دیگه ما میفهمیم که گفته خداوند زیاد است حالا نکاتی بشاره که کمک میکنه دیگه الان چقدر خوش میشه یعنی شما دیگه کم جوش میکنه الان چقدر خوش میشه الان جو کم نخوینونه با چقدر عادت میکنه تشکر برای میریم خیلی تشکر بیاید ما چند روز پیش بر شما وعده داده بودم نه؟ یادتان است؟ ما گفته بودم که انشالله حتما کدام چیز شد ما بر شما زنگ میزنم و شما را طلب میکنم. تشکر عزیزم تشکر. اینا دیگه شما خیلی زنده باشید. باور کنید ما مخالف شما بودیم. زندگی ما خیلی بکنید. یار باور کنید در شما نمیخوام داریم. اینا ما فرق ندارم مثلا. خوش. یک ترمی دارم ندارم مثلا دادن کار بکنیم.
من بین بوشا و من دادن خدار فرا میخرم دارم میخورم. علی خانه چی کمبودات داری از مواد خوراکی؟ بله. از مواد خوراکی چی چیز خانه نداری؟ خانه دیگه آرد ندارم، برین ندارم، روغن ندارم. خوش. یخ ندارم، کچولی ندارم، روغن. مثلا نیست خدای مثلا نیست. جای زوره این زوره تو خانه دیگه تو مشکل دیگه. بیا ولی براتون میخریم بیا. ما شما را دوست داریم تا باز مرای. شما را دوست داشته باشه. حالا کدی شما باشه. آمین. دیگه ما پیشتر هم گفتم که این پیسه از ما نیست. ما یک مقدار چیزی که برای شما میخریم این از برکت امو هموطنان عزیزم که در خارج زندگی میکنن، از برکت امونا هستن. خوب هستین بخیر صحتمند. دیگه این امیر اون از امو دکان براتون میخریم، صحیح است؟ بله. از امو دکان براتون میخریم، صحیح است؟ سلام علیکم. شما خوب هستین بخیر؟ عزیز محترم سلام بارک خوب هستین بخیر صحتمند خیراتی هستین ان شاء الله؟ چه دارید؟ بخیر هستین؟ بیرو بیا. چطور وضعیت بازار؟ الحمدلله خوب است. بله ما غیر از هستیم. ما آمدیم راست میگم. ما آمدیم پدر بزرگوارتان هست شما هستین. قربانتون ما یک سر مواد دیگه خودتون دیگه میفهمید دیگه از تمام موضوعات خبر دارید. ما دو سه لیست تکمیل میکنیم از اینکه وقت ضایع نشه. بعد از اینکه لیست تکمیل کردیم هر کدومش برای شما میخوانیم. با ما باشید. نمک چند است؟ نمک هم با. یک نمک هم با. خب بین ما شما بخونیم جمله چند شد؟ 15 قلم مال شد مجموعاً. امروز نمک فعلا 15 قلم میشه، 3950 میشه. نمک هم سرش جمع شد 4000 شد. بله 4000. بله دوستان عزیز، ما اینمی بیل قسمت که شما در تصویر میبینید روغن 5 لیتره 520 شد، برنج هم 530 شد، ماش هم 2 کیلو 160، لوبیا هم 2 کیلو 160 و مکرونی هم 2 کیلو 120، شکر هم 122 کیلو، دیگه چای سبز هم نیم کیلو 150، روغن 90 افغانی، دال نخود هم 2 کیلو است یا 80 افغانی است. 80 افغانی. شاکلیت هم چند شد؟ 160 افغانی. 160 افغانی. مای اضافی پیاز 100 کچالو 220 و آرد است 430 افغانی و نمک هم 50 افغانی. جمله چند شد؟ 4000 افغانی. اینه 4000 افغانی شما بگید حساب کنید. 4000 صحیح است؟ قربانت. سلامت زنده باشید. میگیریم. چی شد اینه؟ سایکل پاپاش برای. خود دیگه چی بیشتر مفصل؟ خود دیگه کل جدید می‌خواد. وقتی دیگه چند می‌گیره؟ دیگه دیگه فیلتر کم می‌رایی. یک نیم ساعت؟
Medalha, pá. Pijara, pá, aqui lá, agora está Nasıl bu? Fiyatlar hayretiye. Çaldı kaç kuşlar burada? İyi ne biliyorum. Çaldı. Hayretiye. Buradaki hayretiye iş verir. Hadi gelmiyor. Gelmiyor pazar değil. دوست عزیز ما را شما حتما در برنامه قبلی دیدید. امروز پیش ایشان آمدیم و از ایشان هم یک ذره مواد خوراکی میگیریم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستید؟ خیریتی است؟ بخیر هستید؟ هر ماه مبارک رمضان پیشتان میاد. یک وقت بدون ماه مبارک رمضان هم پیشتان میاد. قیمت‌ها چطور است؟ قیمت‌ها نسبت به سال کمی بالا رفته. بالا رفته؟ بله. ما پیشتر یک بیل خریدیم پیش از شما برای یک نفر دیگه. اگر از او بیل بالا فروختیم خب قیمت فروش معلوم میشه. اگر از او بیل 10 افغانی 1 افغانی پایین بفروشی ارزان فروش ما 100% ارزان میفروشیم. اینو دلت است که خود به هموطنان عزیز ما کسایی که از کشورهای اروپایی از آمریکا
جرمنی کانادا ما را میبیند دلت است که خود قیمت فروش معرفی میکنه یا ارزان فروش؟ نه ما 100% ارزان فروش هستیم، مگر ارزان فروش نمیبودیم خود نمیامدن به این قوا. دقیقاً. چرا بگیرین بیجا که بگیرین؟ ما به جای لیست میگیریم، مواد نوشته میکنیم، بعد دوباره در خدمت شما خواهیم. خب چند لیست با شما؟ 3020 رو باشد جملهش. جملهش 3020 رو باشد، 20 رو بهش خیر از طرف ما بخشش 3000. 3000. خب آرد 1420 شد. برنج وطنی 490 شد. بله. روغن پنیر طرف 520 شد. بله. 2 کیلو لوبیا سرخ 80 160. ماش آباد هم 80 160. چای سبز اول هم 150. روپی نورس چند شد؟ 80. و نمک هم 40. چند شد؟ 3000. جمله 3020. 20 هم بخشش 3000. خلاص است؟ خلاص است. خب چیه که باز هم پشت مسافر. صحیح. تشکر. شما تو والا پیسه خراب نداره. قربانت سلامت. حسین جان ما از سلام مجدد پیش نوید جان آمدیم. نوید جان اگر میشناسید شما خودتان و ما یکی از مشتریای دائمی ایشان هستیم. نوید جان سلام. سلام. خوب هستی؟ بخیر؟ صحتمند؟ خیریتی هست ان شاء الله؟ تشکر. سلام از این با دوستا گفتیم شما دکاندار سیموم هست. دلت است که مثلا از ما خود قیمت فروش معرفی میکنه یا ارزان فروش؟ ما دو پل دیگه هم داریم. برو برات نشون نمیدیم اما سودا خودت کم است. فقط که ما برای کسی که این سودا را میکنیم 20 پول نقد دیگه برای ما چیزی که لیست نبریم ما. خب یک روغن 5 لیتر است، شکر است، روپ است، چای است، شامپو است، ماش است، روب خرد است، روب خرد دیگه مایع ظرفشویی است. این چند قلم است؟ 6 قلم یا 5 قلم است. صابون دست است، آش مگی. این را که صابون چند میشه؟ باز برای دوستان شما صحیح است؟ این لیست میگیرن دوباره باز در خدمت شما قرار میگیرم. حالا شما سلام علیکم. خوب هستی؟ خیریتی است؟ بخیر هستی ان شاء الله؟ امی امانت شما را به شکل دوباره روان کردن. این ما امروز روان کردیم. امروز ما رفتیم گرفتم دیگه به مبلغ 1400 افغانی ما برای شما این چیزا را گرفتیم. دیگه شما گفتید که ما روغن و چی داریم؟ نه برنج داریم. این چیزا کمبود بود که مایع ظرفشویی است و روغن است و صابون است، شامپو است، آش مگی است، چای است و شکر است و نخود است، لوبیا نخود است. نخود است. ماش است. 1400 افغانی شده این سه. 1400 افغانی شد و 1600 افغانی پول نقد برای شما میتونم گفتم کدام پکه میخرم. صحیح. وانا 1600 افغانی دیگه ما براتون میتونم. جمله میشه 3000 افغانی میشه. باز بخیر اون پکه میگیرین هر چی که میگیرین. یعنی 1000 است، این 500 1500 این دو دانه 50 است، این 1600. این آمین. خدا نزدیک نشان زیاکار بوده. خدا مزیدش نشان خوب بوده. خیرات دادریش مسافرای که خدا قبول بیاره. آمین آمین. بخیر باشین. خدا حافظ شما. بخیر باشین. خب دوستان عزیز شما وجدیده که روغن 5 لیتر چند بود و برش نمیگم باز خودش ویدیو رو ببینه که قیمت فروش بود یا ارزان فروش. 530. خب آش مگی 130. خب شکر چند است؟ 2 کیلو 125. صحیح. 55. خب چای 2 نیم کیلو کیلو 150. شامپو 100. ماش هم 2 کیلو 160. بله. خارو بخوردم 60 است. 40 افغانی. مایع ظرفی 100. جمله چند میشه؟
جمله هیچ صابون تو چه مکس 3 تا 30 روپیه است 70 حساب کنیم آه که 1400 بعد اینجا هم گفام داره میکسر 20 روپیه کم حساب کنیم بعد نفرال اگه ماش اگه 10 روپیه حساب کرده باشیم خیر است اون صدا تصویر می این دوست است 14 صدقه ما باید برای این دفعه کم شده هر دفعه 3000 4000 میخریدیم برشیم حالا یک ذره پیشونیش ترش است دیگه گفاره حساب ده هر وقت ما می‌آمدیم نگاه انرژی هم برای ما می‌آورد انرژی هم نآورده قربانت اینی یک از ما یم 5100 هم بریم شروع سیسی شکر خب مایده میای مشکل است برنامه رو در همینجا به پایان میرسونیم تا برنامه بعدی که اسحاق در خدمت شما قرار میگیره همه شما رو به خداوند یکتا و بی همتا میسپاریم خداوند حافظتان ممنون تشکر خیر